به نام خدا، برزگری هستم، فعال توی حوزه اتوماسیون. متناسب پروژه‌ای که داشتیم نیاز بود تعداد زیادی سنسور دما و رطوبت رو اندازه‌گیری کنیم و پروسه رو با استفاده از اون رو تکمیل کنیم. با توجه به اینکه سنسورهای آنالوگ نیاز به سیمکشی زیادی دارن و افت مسیر هم شاملشون میشه، تصمیم گرفتیم از سنسور TH1 مودباس استفاده کنیم که همزمان دما و رطوبت رو اندازه‌گیری میکنه و امکان شبکه کردن تعداد زیادی سنسور براشون وجود داره. توی این ویدیو آموزشی من خدمتتون توضیح میدم که چطور میتونین سنسور رو به HMI دلتا متصل کنید و پارامتر دما و رطوبتش رو اندازه‌گیری کنید، مانیتور کنید و یا اینکه اگه نیاز باشه پارامترهای کالیبراسیون یا آیدی مودباسمون رو تنظیم کنید با استفاده از HMI چطور میشه این کار رو انجام داد. سمپل پروژه هم در اختیارتون قرار خواهد گرفت. در ادامه در خدمتتون هستیم با توضیحات بیشتر. خب گام اولی که باید انجام بدیم اعمال وایرینگ این سیستم هست. با توجه به اینکه نیاز داریم ما تو این پروژه تعداد زیادی سنسور رو به هم باز کنیم، از پورت 485 داریم استفاده می‌کنیم. HMI که تو این پروژه استفاده شده DOP 107 BV هست که روی این HMI یک کام یک وجود داره. برای اینکه این کام یک رو متصل کنیم به سنسور نیاز هست که دیتا مثبت و دیتا منفی یا همون A و B سنسور رو به HMI متصل کنیم. توی این HMI کام یکش پای شماره 1 دیتای مثبت و پای شماره 6 دیتای منفی هست. دیتای منفی به B سنسور متصل میشه، رنگ قهوه‌ای، و دیتای مثبت به پایه آ سنسور یعنی همون رنگ سفید متصل میشه و به این صورت کامیونیکیشن از 485 ما تکمیل میشه و نیاز هست که بریم سراغ خود نرم افزار. قبل از همه اینها هم باید هر دو رو به برق متصل کنیم، برق 24 ولت که هم HMI و هم سنسور هر دو به منبع تغذیه 24 ولت متصل شده. همراهان عزیز آیسیمن، برای دانلود فایل های مرتبط با محصولات ما وارد سایت iCMan.ir بشین. در قسمت فروشگاه در صفحه اختصاصی هر کدام از محصولات که وارد بشین در تب فایل های دانلودی میتونید کاتالوگ محصول، دیتا شیت، فایل راهنمای نصب، فایل سورس برنامه و همینطور نرم افزارهای کام اپراتور و داکلایت رو دانلود و استفاده کنید. خب نرم افزاری که ما باهاش میتونیم سریای 100 HMI های دلتا رو برنامه‌نویسی و کانفیگ کنیم DOP داپسافت هست که DOP 107 BV که HMI مورد استفاده تو این پروژه هست رو ما باهاش تنظیم میکنیم. برای اینکه محیط نرم افزار رو باهاش آشنا شین، اولین کاری که میکنین با نیو پروژکت، با انتخاب گزینه نیو پروژکت DOP 107 سریز رو انتخاب میکنیم و HMI 107 BV رو از توش انتخاب میکنیم. برای اینکه پورت ارتباطی بین سنسور و HMI رو تنظیم کنیم، ما این پورت رو اسمش رو میذاریم لینک 1 مانیفکتچر، یعنی این HMI رو میخوایم به چه چیزی متصل کنیم. این رو ما میذاریم مودباس، یعنی در کل یه دیوایس جنرال مبتنی بر مودباس هست و برای اینکه نوع ارتباط رو مشخص کنیم، چون که از طریق مودباس شما میتونید هم به صورت اسکی متصل بشین و هم به صورت باینری. ما چون باینری هستیم پس این رو انتخابش میکنیم RTU hex آدرس مستر، یعنی HMI مستر، و به یه دیوایس اسلیو متصل شدیم. اینترفیسمون 485 هست، 8 بیت، یه بیت استاپ بیت، دیتا بیتمون 8 بیت، استاپ بیتمون 1 بیت، باد ریتمون 9600 و پریتیمون هم نان هست. باقی پارامترها هم شما میتونید تنظیم کنید. چند بار ارسال کنه اگه پکت فیل شد
تایم اوتش چقدر باشه، یعنی چقدر منتظر بمونه که وقتی از اسلیو سوال پرسه نهایتا توی 1000 میلی ثانیه باید اسلیو جواب بده و دیلی که بین هر پرسشی انجام میده چقدر باشه. با تنظیم اینها و گزینه فینیش زدن پروژه ساخته میشه و ما میتونیم یک پروژه مثل این رو داشته باشیم. این پروژه رو ما از قبل ساختیم، همطور که میبینید پارامترهای کامیونیکیشنشون 485 8 بیت استاپ، 8 بیت دیتا، 1 بیت استور و باد ریت 9600 هست. تمام مشخصات همون چیزی هست که خدمتتون توضیح دادم. ما توی این پروژه 4 تا صفحه داریم. صفحه اسکرین 1، اسکرین 2، اسکرین 3 و هلپ دستگاه. اسکرین 1 تمام پارامترهای مربوط به دما و رطوبت و تنظیمات این دستگاه رو گذاشتیم. توی اسکرین 2 دما و رطوبت صرف رو گذاشتیم، تنها دما و رطوبت رو نشون میدیم و به صورت دو تا نمودار بار گراف نشون میدیم. توی اسکرین 3 مشخصات شرکت سازنده رو گذاشتیم که جهت تماس با سازنده شرکت میتونید از اطلاع تماس تو این صفحه استفاده کنید. و صفحه شماره 4 که صفحه هلپ هم میشه، توضیح دادیم خدمتتون که آدرس های 1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 و 14 آدرس هایی هستن که ما میتونیم از این طریق سنسور رو تنظیم کنیم. و آدرس های 3 11 و 12 آدرس هایی هستن که تنها خواندنی هستن. لیست آدرس سمت راست خواندنی و نوشتنی هستن، ولی آدرس های سمت چپ فقط خواندنی هستن، یعنی مجاز به نوشتن توی این آدرس ها نیستیم. برای مشاهده و دانلود بخش های دوم و سوم روی لینکی که زیر ویدیو براتون گذاشتیم کلیک کنید. با ورود یا عضویت در سایت میتونید ویدیوها رو ببینید. اگر که این ویدیو رو در اینستا، یوتیوب یا آپارات مشاهده میکنید، لینک بخش های دوم و سوم زیر ویدیو براتون گذاشته شده.